گو الله پاک ناما درود و درهبات منی واجهیم برات هاتونی گوهارا من امید هر جایی که هستش می جان و شوش می دل سلامت بی ما مرچی. گویا گزارشی دیگه واجه دکتر محمود زهی که از اساتید و بزرگان و نامآوران بلوچ ما منت واری چه واجه که وقت وتی در اختیار ما اجتماع لورته که بیگو ما گپوتران بکنه کاری توهین کرده واجه دکتر و ادام ما یهتین دفتر های دکتر محمود زهی و یه گزارش انشالله لطفاً بگیرین و شما خدمت ها پیشی کنین. شما یک باری چه گزارش بگندید تو گوڑا ما برگردین گواجه دکتر محمود زهی انشالله هورو همراه بین و گوش ما گپوتران انشالله بگندید گو ما هورو همراه بید ما برگردیم. خب هنچی که شما گندگاه ما واجه دکتر موسی محمود زهی خدمت هست. واجه دکتر ما سلام کنیم شما خدمت ها یک سلام علیکی گومه گندو کن داشته بید گوڑا ما انشالله با تیگه پوتران شروع کنیم گوش ما هست. ما هم شما خدمت ها و درست یه برنامه گندوکان و چاروکان خدمت سلام عرض کنیم. دکتر چه خبر کار فرهنگی شما یکی چه پژوهشگران و یکی چه زحمتکشان قوم بلوچی در دنیا و شما باز جهد و تلاش کرده کار فرهنگی تا نویسندگی تا ما یک سکی مزنی هبری ما را باز گل و شاد کو کشید که شما نوکی کتابی نوشته و کتاب هم آشنایی با زبان و ادبیات بلوچی. من که وقت باز گل بودتون شی اتفاقا شما باید توضیح بده گیشتری کتاب چطوره که این تو چیه بود که شما ایشیه نوشته؟ اول یک کتاب این که نام انتی آشنایی با زبان و ادبیات بلوچی. ما دانشگاه ها همین مجوز هستن که پهکین دانشجوان که کاردانی و کارشناسی وانه یه استانا بتونن دو واحد اختیاری انتخابی بگیرن که همین بلوچی زبان ادبیات لبزان که باره و ببیته. گوڑا ما وتی دانشگاه ها یه درس وانینی یه درس هم سال 1394 بونگیج بو. اولا واجه دکتر شهبخش دانشگاه سیستان بلوچستان یه درس داد و هنچو یه کار بود تا که من دی که یک کتابی پا یه درس ضرورتن که باید نویسک بی. گوڑا من یک کتاب نوشت که یک کتاب وقت 3 بحره و ایشی غیر چشی که یک کتاب آموزشی یک کتاب پژوهشی هم هسته. اگر هر دانشجو و هر علاقمندی بلوچی که پرتوپول بکند شوهازکاری بکندن بلوچی و زبان و لبزان که باروا گوڑا که یک کتاب آیی دردا وارده. یک کتاب هم می دانشگاه چاپ کرده دانشگاه ولایت. ما هم فکر کنیم که یک کتاب واقعا دانشگاهیه و این ارزش هستین که اگر حالا تهمی دانشگاه ها که ما ایشی تدریس کنیم بله یدگاه هم دانشگاه ها استان سیستان بلوچستانی هم تونن که اگر بزانن که ایشی یک کتاب آین دردآورده گوڑا درس بده. ایشی حتی که دبیرستانی شاگردان هم تونن چشی استفاده کنن. پدا یه درسا فقط آک بلوچ زبان نگرن. یه درسا ممکنه دانشجوانی که پارسی زبان هم ببین یه درسا گرن. اوماره هستن دانشجو. بلوچ زبان ها هر چی که بلوچن درباره زبان بلوچی ما خیلی به صورت خلاصه و به صورت آموزشی ایدان یارته و تمرین هم داته که حل بکنه و منبع هم معرفی کته. و این کتاب 3 بحره. یک بحری زبانه هر چی مطلب که درباره زبان هستن یعنی گشتر زبانی دستور و چیزانی که مرتبط با زبانه یعنی موضوعات متفرقه هم که مربوط به زبان بلوچی هم ایشی هستن. گوڑا دومی بحری لبزان که ادبیاته. خب ما پیشینه لبزان که بلوچی توضیح داده و یه حتی این پدا مثال و نمونه یارته هم ادبیات رسمی
و هم ادبیات فولکلوریک یا فرهنگ عامه و ادبیات عامه. یعنی په تمام مثال داته هردوکی مثال و یکی دیگه راهکار. مثلا اگه تو لوته که لیکو کار بکنه تو مثلا ایدر راهکار داته که چونه که کار کنه. لیکو په بلوچی نویسه، آیی آوانگاری نویسه، بعد ترجمه روانی کنه، بعد ترجمه مثلا تحت لفظی کنه، ترجمه روانی کنه، بعد اگر معادلی بلوچی چه فارسی یا انگلیسی یا عربی هم معادله یاره، و یا مثلا کاربرد چیه، واژه های کلیدی چیه. یعنی آن نمونه کار هم هسته. سیومی بهر که پیوستم وقتی 8 و 9 موضوعی هستن که آیی وده گیشتر پا پژوهش کمک کن. ایشی چند که طول کشید؟ چند که زمانی بود شما کتاب نوشت؟ والله منی حاصل کار 10-15 ساله، بله هنچو کم کم من جمع کرده دیگه. یه وقتی که یه درس یه تو عرض کو چه سال 94 دیگه هنو 6 ساله این درس اگه بی من دیگه به یه فکر بودم که من این کتاب سرجم کنم. من وقت به شخصا که باز خوشحالم و حتما مرچی چه دکتر یک کتابی خریداری کنم و چشما هم دستبندی کنه که اگر به ادبیات و زبان و ادبیات بلوچی علاقمندی که شاباش کنشون شما را که بیایید و این کتاب تهیه کنیم. اگر نه هم من شما را به براتی گوشان که زبان و ادبیات بلوچی زبان بعد میشما به هر حال پاسی بدارین و تلاش کنی که معرفی بی و زحمات دکتر جان هم گندگ به این کتاب حتما تهیه بکنی. اگر یکی بلوتی چه کجا بلوتیشی مثلا تهیه کن راهی چیم به چه صورته؟ یکیش این که اگر کسی په منوت زنگ بجه منی تلفن، حالا شما هم منی تلفن هستن 0915 347 6044 پیام بدن ته واتساپی وشان نه بله هنچو معمولی پیام بدن ته نوشان. خب اگر هر کجا ببی هم حالا ایران ببی حداقل ما تونیم پست کنیم پای ایران شهر خیابان شهید مالکیه و که واجه تمندانی لوازم خانگی روبروی یک الکتریکی هست، الکتریکی کزور و دم گیریه و پد دانشگاه ها همه دانشگاه ها دانشکده ادبیات و علوم انسانی. حالا بعد شهید نوروز دیگه اگر مردمان یا حتی کسی سرکای دانشجوی چیزی بیا چه همه دو بزوری. ما منتوارن چه وجه دکتر محمود زهی که باز جوان و تیه برانه داد و این مزنین جهد و تلاش که کرته در قالب کتاب کاملا مشخصند که دکتر محمود زهی زبردستی مواجه و زحمت کشی در زبان ادبیات بلوچی. دکتر جان ما پشما آرزوی سلامتی کنیم و انشالله که همیشه سلامت باتید. چشما گندو هم که گذاشته گمهور همراهتید منتواری انشالله هر جایی که هستید مدام سلامت باتید. الله میارد. خدا حافظ شما.